به نام و یاد خدا. سلام بیننده های عزیز، امید است که جور صحتمند و سرحال باشید. باز هم من با پخش یک از ویدیوهای آموزش زبان آلمانی در خدمتتان قرار دارم. امید است که تا آخرین لحظه ما را همراهی کنید و از ویدیو آموزشی ما یک چیز یاد گرفته بتانید. شما دوستایی که با چینل ما نو یک جا شدین، لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان شریک سازید. پس میریم با هم یک جای درس امروز خودم میبینیم که درباره چی هست. A1 Lektion 3 Lektion 3 درس سوم sich vorstellen sich vorstellen خود را معرفی کردن und و wichtige Redemittel sich vorstellen und wichtige Redemittel خود را معرفی کردن و اصطلاحات مهم. یعنی چی رقم میتونیم خود را معرفی کنیم و کدام اصطلاحات مهم کاربرد زیاد داره. خب طبعا از چی شروع میشه؟ از پرسیدن نام که چی میگه؟ wie heißen Sie wie heißen Sie شما چی نام دارید؟ البته این حالت رسمیش است که زیاد کاربرد در کدام حالات داره؟ در حالاتی که در وظایف باشه آدم، در پانتون ها باشه، بین کسایی که یک ذره سنشون بالاتر باشه و رسمی باشه. دو حالت میتونیم از این وریانت استفاده کنیم و اگر دوستانه باشه و غیر رسمی باشه میتونیم از گزینه دوم استفاده کنیم که چی باید بگوییم؟ Wie heißt du تو چی نام داری؟ پس در جواب چی میگیم؟ Ich heiße منیر. ما کی هستم؟ ما منیر هستم. و گزینه دومش چی است که برای پرسیدن نام میتونیم استفاده کنیم؟ Wer sind Sie Wer sind Sie یا حالت رسمیش است که شما کی هستید. و اگر حالت دوستانهش پرسان کنیم چی میگیم؟ Wer bist du Wer bist du تو کی هستی؟ و در جواب چی میگیم؟ Ich bin هارون. من هارون هستم. و وریانت آخرش یا وریانت دیگهش هست که میگه Was ist ihr Name Was ist ihr Name نام شما چی هست؟ و دوستانش Was ist dein Name Was ist dein Name نام تو چی هست؟ و در جواب چی میگیم؟ Mein
mein Name ist اسمت. mein Name ist اسمت. نام من اسمت است. و برای از اینکه میخوایم بپرسیم که شما از کدام کشور هستید، پس دو وریانت وجود داره. بغیر از وریانت دوستانه و رسمیش، منظور می است که میتونیم دو طریق سوال کنیم و باز جوابش پس دریافت کنیم. پس چی رقم سوال میکنیم؟ woher 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 kommen Sie woher kommen Sie شما اهل کجا هستید؟ و حالت وریانت گزینه دوم از چی رقم است؟ از و فراگ از دبلیو سوال woher ویش میمانیم و هرش رو داخل انتقال میدیم که ما با دو رنگ زرد نشانی کردیم. وی اولش ماندیم و هرش داخل باز آوردیم. فقط هم قدر تبدیل میشه خلاص. wo kommen Sie her wo kommen Sie her درست؟ و وریانت دوستانهشان woher kommst du woher kommst du تو اهل کجا هستی؟ پس در جواب چی میگیم؟ ich komme aus Afghanistan. ich komme aus Afghanistan. یعنی من اهل افغانستان هستم. wo wohnen Sie حالت رسمیش wo wohnen Sie شما در کجا زندگی میکنید؟ و حالت دوستانش wo wohnst du wo wohnst du تو در کجا زندگی میکنی؟ جوابش ich wohne in Kabul. ich wohne in Kabul. من در شهر کابل زندگی میکنم. wie alt sind Sie wie alt sind Sie شما چند سال عمر دارید یا شما چند سال هستید؟ این وریانت رسمیش است و دوستانش wie alt bist du wie alt bist du تو چند سال عمر داری؟ جوابش ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre alt. من 22 سال عمر دارم. خب شما میتونین اعداد مختلف رو بگوین. باز انشالله یک روز درس جداگانه را درباره اعداد هم انشالله کار خواهد کردیم. Was ist er?
Er. Beruf. Beruf. Was ist Ihr Beruf؟ حالت رسمیش شما چی وظیفه دارید؟ یا وظیفه شما چی هست؟ حالت دوستانش باز چی رقم میگیم؟ Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? تو چی وظیفه داری؟ یا وظیفه تو چی هست؟ پس در جواب میتونیم بگیم که Ich bin Student. Student von Beruf. Ich bin Student von Beruf. من محصل هستم. خب student که مو student میشه در انگلیسی شاگرد میگه، اما در آلمانی student محصل پانتون میگه و شاگرد مکتب باز شولر و شولرین میگه. Wie geht es Ihnen? Ihnen. Wie geht es Ihnen? حالت رسمیش که شما چی حال دارید؟ یا شما چطور هستید؟ Wie geht es dir? Dir. Wie geht es dir? تو چی حال داری؟ خب یا حالت دوستانش و اینجا geht es به خاطر من جدا نساختم، یعنی این شپرخ اکونومی دالمانی برش میگه اقتصاد زبان که کوتاه میکنه و ایش پس میشه و اس با تی یک جای میشه، پس این کوتاه میشه، اما ما براتون کوتاه نکردم متوردم براتون. درست؟ خب در جواب میتونیم بگیم که mir geht es gut. Gut. Mir geht es gut. من خوب هستم. Mir geht es nicht. Nicht. Gut. Mir geht es nicht gut. من خوب نیستم. Mir geht es prima. Prima. Mir geht es prima. من حالم بسیار خوب است. Mir geht es schlecht. Schlecht. من هیچ خوب نیستم. Was studieren Sie? Was studieren Sie? حالت رسمیش شما کدام رشته را میخوانید؟ البته میخواند من نوشته کردیم بخشش باشه، اصلا میخوانید است. درست؟ Was studieren Sie? شما کدام رشته را میخوانید؟ Was studierst? Studierst du? Was studierst du? تو کدام رشته را میخوانی؟ پس در جواب کدام رشته است؟ Ich studiere. یا آره میتونیم غیر تلفظ کنیم. Ich studiere Jura. یا Jura.
Ich studiere Jura. من رشته حقوق را می خوانم. Ich liebe dich. Ich liebe dich. من تو را دوست دارم. ضدش Ich hasse dich. Ich hasse dich. من ازت نفرت دارم. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. من پشتت دق شدیم یا پشتت دق آوردیم. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. من گرسنه‌ام. Ich habe Durst. Ich habe Durst. من تشنه‌ام. Ich bin krank. Ich bin krank. من مریض هستم. Ich bin gesund. Ich bin gesund. من حالم خوبه. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? قیمت این چند است؟ Das kostet 3 Euro. Das kostet 3 Euro. قیمت این 3 یورو هست. Was machen Sie in deiner Freizeit? Was machen Sie in deiner Freizeit? حالت رسمیش شما در وقت بیکاری چی کار میکنید؟ و حالت دوستانش Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? تو در وقت بیکاری چی میکنی؟ Ich spiele Fußball oder Cricket. Ich spiele Fußball oder Cricket. من فوتبال یا کرکت بازی میکنم. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. من کتاب ها را میخوانم. Ich gehe oft aus. Ich gehe oft aus. من اکثرا بیرون میروم. Ich verstehe. Ich verstehe. من میفهمم. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. من نمیفهمم. Keine Ahnung. Keine Ahnung. من آگاهی ندارم یا اطلاع ندارم.
schreiben, schreiben Sie bitte, schreiben Sie bitte, لطفاً بنویسید. lesen, lesen Sie bitte, lesen Sie bitte, لطفاً بخوانید. wieder, wieder holen, holen Sie bitte, wiederholen Sie bitte, لطفاً تکرار کنید. ich lache, ich lache, من میخندم. ich weine, ich weine, من گریه میکنم. herzlich, herzlich, willkommen, willkommen, herzlich willkommen، از صمیم قلب خوش آمدید. خب این بود درس امروز ما. امید است که از این درسام شما چیز یاد گرفته باشید. برای دیدن ویدیوهای بعدی و بیشتر ما لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ فشار بدین تا که شما از ویدیوهای نو ما با خبر باشید و ویدیوهای ما را همچنان لایک کنید و اگر کدام نظر و انتقاد دارین در کامنت همراه ما شریک بسازید. پس تا بعد که ما باز انشالله در خدمتتان حاضر میشم، شما را به خداوند بی نیاز مسپارم. شب و روزتان خوش. خدا حافظتان. Auf Wiedersehen. Tschüss.